بود. مبارک باشه. اون کاغذ با همه کوچیکیش تنها روزنه امید من بود که بتونم بالاخره حرف آخرم رو به آقا جون بگم. فردا پیش از ظهر میام پشت دیوار امارت تو. انصافا دیگه طاقت این همه دوری و صبوری رو ندارم محبوب جانم. باید زودتر از اینا میومدی. نمیدونی که صدا چه مرهمی میذاره رو زخم اون همه دوری و صبوری. ببین چه که اسب بستم با خود چشمات بیش باشه. این قفل کرده. یکی 2 ساعت میگه درست میشه. تو که گفتی تو آفتاب غروبی طول میکشه. چطور شد؟ نه حالا که خوب نگاه کردم خیلی هم کار نداره. برای من تو